ملتی است در افریقا ادعایشانی است که ما ملت قهرمان هستیم، اما اکثریتشان بی سواد است. یک تعداد کمی هم که سواد دارند زیاد علاقه ندارند به علم. دومین خصوصیت از این ملت قهرمانی است که سیاستشان توسط دیگران تعیین میشه. سیاستش همسایه ها امریکا و دیگران تعیین میکنه. دیگه خصوصیت از این ملت این است که اگر همسایه ها مرز خود بسته کنه فغانشان به آسمان میبره. اگر 4 روز مرز بسته باشه میلیاردها دلار تجارشان تاوان میکنه. خصوصیت دیگه شان است که خواهرشان سیلی میخوره توسط پلیس دیگرها و اینا ادعای قهرمانی دارن. با سوادایشان در ملک دیگرها خشت میزنن یا تکسیبانی میکنن. معادنشان تاراج میشه. خودشان گدایگر است با وجودی که معادن فراوان داره. ملت قهرمان گدایی میکنه. آسیب پذیر است نظر سیل و باران و بارندگی، از بس که هنوز رخانه‌های گلی و انجینیری خراب. اعتیاد بیداد میکنه. معتادای رسمی شبان محصلین و باسوادشان جیبش پلیس دیگه و ترامادول و تابلت پیدا میشه. چارلز خود اون منطقهشان بیخی و بطی فقیری است، نامش بد نگیری. او خود بیخی از افتخاراتشان است، از هر کوچیشان تیر شه بوی چرز به دماغت میخوره. ولی از شما پرسان میکنم که آیا یک ملت قهرمان هم تو میباشه؟